آخوند قزوینی و خیانت در نقل از امام ذهبی و امام ابن حبان. ناصح ابن عبدالله هم ذهبی و ابن حبان او را توصیه کردند رجل صالح نعم الرجل، چنین آدم خوبیه. و همچنین ابن حبان میگه شیخن صالحن. اکنون با هم سخنان این دو امام بزرگوار را به صورت کامل و بدون قیچی شدن مرور میکنیم. امام ذهبی در کتاب میزان الاعتدال در مورد ناصح ابن عبدالله میفرماید: ناصح ابن عبدالله الكوفي المحلمي الحائك عن سماك بن حرب ويحيى بن أبي كثير، وعنه عبد الله بن صالح العجلي وإسماعيل بن عمرو البجلي وجماعة ضعفه النسائي وغيره. وقال البخاري منكر الحديث، وقال الفلاس متروك، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال مرة ليس بالثقة. قلت: وكان من العابدين، ذكره الحسن بن صالح فقال: رجل صالح نعم الرجل. ناصح ابن عبدالله کوفی محلمی الحائک، ایشان از سماک ابن حرب و یحیی ابن ابی کثیر روایت کردند. عبدالله ابن صالح العجلی، اسماعیل ابن عمرو البجلی و جماعتی از ایشان روایت کردند. نسائی و غیره وی را تضعیف کردند. بخاری گفته منکر الحدیث هست و فلاس گفته ایشان متروک می باشد. ابن معین می گوید هیچ چیزی نیست و مره فرمودن ثقه نیستند. و من یعنی ذهبی می گویم انسان عبادتکاری بود. حسن ابن صالح وقتی از ایشان یاد کرد گفت انسان صالحی است و چه خوب انسانی است. چرا جناب قزوینی کل سخنان امام ذهبی را نقل نمی کند؟ آیا صالح و عابد بودن یک انسان دلالت بر ثقه بودن وی در نقل حدیث دارد؟ در کدام علم جرح و تعدیل چنین آمده است؟ چه بسیار انسانهای صالح و عابد هستند که به علت ضعف حافظه و یا توهم و یا عدم اتصال سند علمای جرح و تعدیل روایتشان را نمیپذیرند و آنها را تضعیف میکنند. ناصح ابن عبدالله هم ذهبی و ابن حبان او را توصیه کردند رجل صالح نعم الرجل، چنین آدم خوبیه. و همچنین ابن حبان میگه شیخن صالحن. جناب آخوند قزوینی گفت ذهبی در مورد ایشان گفته انسان صالحی است و چه خوب انسانی است. حال این که امام ذهبی این سخن را از شخصی به نام حسن ابن صالح نقل می کند، همانطور که اقوال دیگران را پیرامون ضعف این شخص بیان می دارد و تنها صالح بودن یک شخص برای ثقه بودن آن شخص در علم حدیث کافی نیست. اکنون ببینید چگونه سخنان امام ابن حبان را قیچی می کند. و همچنین ابن حبان میگه شیخن صالحن. ناصح ابن عبدالله المحلمي أبو عبد الله من أهل الكوفة، كان يسكن في بني محلم فنسب إليهم. يروي عن سماك بن حرب، روى عنه علي بن هاشم والكوفيون، وكان شيخا صالحا يروي عن الثقات ما ليس بالشبه حديث الأثبات، وينفرد بالمناكير عن ثقات مشاهير غلب عليه الصلاح، فكان يأتي بالشيء على التوهم، فلما فحش ذلك منه استحق ترك حديثه. ناصح ابن عبدالله المحلمی ابو عبدالله از اهل کوفه که در بنی محلم ساکن بود، به همین علت به آنها منسوب شد. از سماک ابن حرب روایت دارد و علی ابن هشام و اهل کوفه از ایشان حدیث روایت می کنند. شیخ صالحی بود و از انسانهای ثقه احادیثی را روایت می کرد
که شبیه حدیث انسانهای مورد اعتماد نبود و از انسانهای ثقه و مورد اعتماد روایتهای منکری را نقل می کرد. صلاح بر وی غالب بود و از روی وهم سخنانی نقل می کرد. زمانی که این اشتباهات وی فاحش شد، مستحق این شد که روایتش را ترک کنند. بینندگان عزیز، متوجه شدید که چگونه آخوند قزوینی متوسل به دروغ می شود. این آخوند یک جمله از امام ابن حبان نقل می کند که امام ابن حبان فرمودند و شیخ صالحی بود. و همچنین ابن حبان میگه شیخن صالحن و دنباله سخن را نمی آورد که امام ابن حبان فرمودند و از انسانهای ثقه احادیثی را نقل می کرد که شبیه حدیث انسانهای مورد اعتماد نبود و از انسانهای ثقه و مورد اعتماد روایتهای منکری را نقل می کرد. اما نظر حجت الاسلام ابوالقاسمی را درباره استادش آیت الله قزوینی بشنویم. کسی که در قلبش مرض باشه، بیماری باشه، مثل خرمگسی است که میره توی باغ، هزاران هزار گل هست، روی کثافت و مدفوعی که گوشه باغ افتاده رو اون میشینه و بعدش از همون لذت میبره، بعدش هم رو هم مانور میده، دور همون میچرخه فقط.